چگونه خودمان با دست، با متر، با قلم بدون نیاز به وسایل پیشرفته زمینهای نامنظم خود را مساحتش را پیدا بکنیم، جریب کشی بکنیم، تعیین مساحت بکنیم و یا تقسیم بندی بکنیم. در هر حالت ما چگونه ای کار انجام بدیم. سلام و خوش آمدین به کانال تکسرا با من عبادی. این بار در جلسه نومی از آموزش دوره کامل جریب کشی و دریافت مساحت زمینهای نامنظم تقسیم بندی قرار داریم. این بار میخوام براتان به ساده ترین روش توسط قلم، کتابچه، یک زمینی که دارای شکل نامنظم است که یکی از دوستای ما ایره برای ما فرستادن تصویر شکل مشابه امی بود، ما امی تصویر و امی زمینه برای شما مساحتش با قلم و کاغذ با ماشین حساب بسیار ساده پیدا میکنیم. هیچ نیاز به ابزار پیچیده ما نداریم، اما دقتشون خیلی خوب است. یعنی به مراتب از کارهای محلی و تناو کشیدن چیزا ای بالاست. با فرمولای بسیار ساده، جمع، منف، تقسیم، ضرب. فقط یک ماشین حساب ضرورت دارین، یک متر ضرورت دارین و امی یک تا ورق امی شکل انتقال میتیم برای ورق و شکل زمینه. یکی چی رقم انتقال میتیم قدم به قدم براتون میگم. ایره باز با شما محاسبه میکنیم. ما عملا با قلم و کاغذ برای شما این زمینه محاسبه میکنیم، پرگویی نمیکنیم، میریم همین زمینه محاسبه میکنیم. خب دوستای عزیز، ما شکل از زمین انتقال دادیم. فکر کنید زمین را برای ورق A4. بعد از اینکه ما ایره با خطکش و پنسیل و اینا منظم انتقال دادیم، چون ما پرینت کردم به خاطر که وقت ما شما رو ضایع نکنه، بعد از اون چه کار میکنیم؟ ایره میایم تبدیل به اشکالی منظمی هندسی میکنیم. فعلا شکل نامنظم است، نه مثلثش است، نه بخی نامنظم است کلا. خب میبینیم که کدامش اشکال برای ما اشکال منظم میده. اگر ما این رقم کش کنیم بیایم یک مستطیل اینجا میده. اگر ما یک مستطیل اینجا فرض کنیم این رقم خط بزنیم، بعد از اینکه ما خط زدیم باید اندازه گیری میکنیم. خب ما همین تقسیمات چگونه کردیم بیاین ببینیم. در این مرحله دوم ما آمدیم اولی شکل به 3 شکل تقسیم کردیم. خب وقتی که ما را به 3 شکل جداگانه تقسیم کردیم، حالی با ما میبینیم که با هم مشکل ما حل نشد. ما این کار چرا کردم؟ ما اول کوشش کنیم به اشکال کلان منظم تبدیل بکنیم که همین شکل ما بسیار ساده شد. اگر بسیار خرد ما بگیرم بسیار جنجالی میاواز مجبور سی دانه. ما اول کوشش میکنیم اما اشکال منظمش کلان جدا بکنیم. مثلا اینی سواره ببینیم که ما بسیار کلان جدا کردم. بعد چی؟ اینجا یک قسمت اگر اینجا باز حالی در مرحله بعدی جدا میکنم، این قسمت ما جدا بکنیم، این قسمت یک مستطیل میشه. مستطیل بسیار ساده پیدا میشه، هم دقیق پیدا میشه. و اینی سوار هم که هست 2 مستطیل تشکیل میشه و یک مثلث تشکیل میشه. این سوار هم که یک مثلث تشکیل شده. یعنی در مرحله دوم ما این کار ساده کردیم. در مرحله سوم چی کار میکنیم؟ مرحله سوم میایم همون گفته های خود ما عملی میکنیم. ببینید جنابا، اینجا ما بیخی خلاصش کردیم و شکل تبدیل کردیم زمین بسیار نامنظم ما به این شکلی منظم. پس شما ببینید چی شد؟ یک تا مستطیل اینجا شد، یک مستطیل اینجا شد، یک مستطیل کلان اینجا شد. یعنی کار ما را بسیار ساده کرد. و اینجا مهم است که ما چی رقم تقسیم بندی میکنیم. یک مستطیل کوچک اینجا شد، یک مثلث اینجا شد، یک مثلث خرد اینجا شد و یک مستطیل. شکل ما با چند شکل ظاهر شد؟ 1 2 3 4 5 6 7. اینمی زمین ما به 7 کاتگوری به 7 شکل تقسیم کردیم. حالی اشکال منظم شده. مثلث داریم، فرمول مستطیل داریم. 2 شکل برای ما داد. دیگه کدام پیچیدگی نداره، کدام دایره نداره، هیچ چیز نداره. اگر دایره هم داشت مشکل نیست. من طول قوس مقابل هم کار کردم، دایره هم کار کردیم. شما بتونید برین از آموزش ها ببینید. میایم در مرحله 4. در مرحله 4 همون کاری را که ما انجام دادیم اندازهای مورد نیاز شمیریم. کدام اندازه برای ما ضرور است؟ ببین
این اندازه ما ضرور است اینجا باشه و این اندازه که عین همین اندازه است ضرور است و این اندازه ما. این ولی مستطیل های ما را که ما جور کردیم ما میگیم کلش اندازه میگیم این مستطیل اندازه است این اندازه. اینی برمالی ها را دیگه نیاز نیست که ما اندازه بکنیم چون ما از اینجا جدا کردیم. اگر شما هم کردین خوب نکردین نیاز نداریم ما او را. این مستطیل ما نامگذاری میکنیم. پیشتر که نامگذاری کردیم این را میمانیم الف، این را میگذاریم ب، این را میگذاریم جیم وطنی بگم براتون خوب سیام یا نه. این را میگذاریم دال، این را میگذاریم صاد، این را میگذاریم توی. یک نامگذاری است. این را میگذاریم زوی. این ما از الف گرفتیم 7 تا شکل داشتیم که 1 تا 2 تا 3 تا 4 تا 5 تا 6 تا 7 تا. این 7 شکل بسیار ساده. یک مستطیل، دو مستطیل، سه مستطیل، 4 مستطیل داریم و 3 مثلث داریم. خب دوستای عزیز اگر تا این جای ویدیو براتان مفید بود همین کانال را لایک بکنین، سابسکرایب بکنین و زنگ اشترام فعال بکنین تا ویدیوهای بعدی ما را از دست ندین. خب میریم بخش بعدیش شروع میکنیم. ما چی میکنیم؟ میره محاسبه میکنیم. اینجا میمانیم و اینجا محاسبه را شروع میکنیم. خب ببینید دوستای عزیز در این قسمت ما چه کار میکنیم؟ میایم اول الف پیدا میکنیم مساحتش. بسیار ساده. الف مساحتش به طولش چند است؟ 22.4 متر. کلش متر است. 22.4 متر ضرب در عرضش میشه. این مستطیل است دیگه 6.8 متر ضرب در 6.8 متر. بسیار ساده پیدا میکنیم. میره 152.32 متر مربع شد. 152.32 متر مربع. 152.32 متر مربع. باشه اینجا واضح نوشته کنم 32 متر مربع. این مستطیل ما خلاص شد. اینال در مستطیل ب میاییم. مستطیل ب ما 44.8 میگیریم. 44.8 ضرب در اینجاش میبینیم 15.6 متر است. 15.6 متر مساوی را میگیریم. این چند میشه؟ یعنی 698.88 متر مربع شد. مساحت است نی؟ حالا میایم این مستطیل ما را تکمار میکشیم. در اینجا مستطیل دیگر هم میگیریم. باز مثلث ها را پای هم میگیریم که اما چیز ما منظم به. مستطیل دال ما را میگیریم مساوی است به یعنی اینجاست که مستطیل برای ما کلان است. بسیار ساده یک مساحت کلان ما پیدا میکنیم. 48.7 ضرب در 43.5 متر هستن البته ای. خب مساوی را میزنیم. اینجا میشوه 2000 یعنی تقریبا یک جریب 2001 خب 18.45 متر مربع. مستطیل کلان ما پیدا کردیم. در مستطیل خورترک اینجا میایم توی. ما نامگذاری کردیم توی. شما هر چی که میگذارین بگذارین به طبیعتتان. اینجا طولش از 13 متر یعنی طولاشون رو اندازه میکنیم البته. پس ما میگیریم 13.4 بوده ضرب در 3.6 مساوی میشه به این میشه محترما 48.24 متر مربع. این مستطیل ما تکمار شد. یعنی ما در کل 4 مستطیل داشتیم. 4 مستطیل ما چی شد؟ خلاص شد. مستطیل ما 4 دانه بود. هر 4شون پیدا شد مساحتشون. حالا در بخش مثلث میایم. یک مثلث جیم داریم. اینجا جیم مساوی میشه به در مثلث ما شما یک فرمول داشتیم برای شما گفتم دوستای عزیز 1/2 یعنی نصف
قاعده ضرب ارتفاع، یعنی قاعده میشه 8.1 متر ضرب در 8.1 متر ضرب در 3.9. 3.9 متر یعنی اینجاش بوده ضرب در 3.9. این آری را ضرب میکنیم. خب یک که تقسیم 2 بکنیم 0.5 میشه. این میشه با اجازه تان 15.795 متر مربع. صاد میاییم اینجا تیگمار میزنیم و در اینجا میاییم. ارتفاعش اینجا مشخص است، همون 3.6 است چون از همون شکل منظمش گرفتیم. این ولی صاد ما مساوی میشه با 1/2 ضرب در 7.7 ضرب در 3.6 که همین اندازه است متر است مساوی میگیریم. این حالی بسیار ساده 0.5 ضرب در 7.7 ضرب در 3.6. ای با اجازهتون ضرب که بزنید در ماشین حسابا میشه 13.86 متر مربع. زوی ما یا توی زوی ما یا زوی ما خواه زوی. اینا در زوی صاحب آمدیم. جناب زوی کمی کلانتر است. این هم 1/2 قاعده ضرب قاعدهش چند است؟ 52.4 متر مربع. چرا؟ این تا اینجا شامل است، از اینجا گرفته تا اینجا یعنی مکمل. مستطیل ما خب پیشتر و قدر نبود 48 بود نی، ما اینجا یک برآمدگی داریم. این رو 1/2 میگیریم ضرب در 52.4 ضرب در 11 متر. این هم مساوی رو میگیریم. این رو ما را ضرب میزنیم بسیار ساده. 200 بوده 80 این تقریبا 320 288.2 یک بیسوی ما 100 متر مربع بود. خب ما اینجا آمدیم این سه مثلث ما را پیدا کردیم. مثلثی ما و شما پیدا شد. این مساحت ها پیدا شد. یک جمع ساده را انجام میدیم که اینمی مساحت کلی اینمی پیدا شد. از همی بالا جمع کردم میاییم چند داشتیم اینجا کمی اشاریه دار آمد. ما چی میکنیم 152.32 مساحتی اولی ما جمع، مساحت دوم 698.88 جمع 2118 اینا را گرفتیم. اینا گرفتیم و ایرم گرفتیم. حالی میم در بالای از این که 48.24 ایرم گرفتش. حالی اینا چند میشه مجموع؟ مساوی را میگیریم 3335 یک عدد بسیار جالب اشاریه 535 متر مربع. یعنی مساحت کلی این زمین پیدا شد 3335 اشاریه 535 متر مربع. یک جریب ما و شما 2000 است، این 3355 است که 1335 از یک جریب زیادتر است. مساحتی علمی زمین شد که ما پیدا کردیم. دوستان عزیزی بود طریقه دریافت مساحت زمین که این زمین با اینی شکل به همین اندازه که ما محاسبه کردیم اینقدر متر مربع مساحتش شد. اگر هنوز آموزش های قبلی ما در مورد جریب کشی، نمره بندی، رسوا نمودن، تقسیم بندی، زمین های نامنظم، منظم را ندیدین توصیه میکنم که به پلیلیست ما مراجعه بکنین. در آنجا به تعداد 8 ویدیوی آموزشی قدم به قدم در مورد جریب کشی آموزش داده شده. شکل‌های مختلف، زوزنقه‌ای، مثلث بندی، فرمول ایرون ساده توسط قلم و کتابچه. حتما به اون پلیلیست مراجعه بکنین و اونها را ببینین که براتون انشالله مفید است. تا ویدیوی بعدی شما را به الله پاک میسپارم. الله یار و مددگارتون.